درود به شما بینندگان عزیز و گرامی تحلیل اکسچنج. امیدوارم هر جای دنیا که هستید حال عالی در پیش داشته باشید. اومدیم با یکی دیگه از آموزش‌های صرافی ویکس و به شما می‌خوایم تایید 2 مرحله‌ای یا همون 2FA رو آموزش بدیم تا بتونید امنیت بیشتری در این صرافی داشته باشید و از امنیت بالاتری برخوردار بشید. پس پیشنهاد می‌کنم ویدیو رو از دست ندید، چرا که می‌تونید امنیت بالایی در این صرافی داشته باشید و اینکه بتونید با خیال راحت‌تری در این صرافی فعالیت کنید. درودی دوباره به شما معامله‌گران و تریدرهای عزیز. دوستان، قبل از شروع آموزش در سمت راست پایین همونطور که در ویدیو مشاهده می‌کنید ما برای شما کد رفرال تهیه کردیم که شما با استفاده از کد رفرال تحلیل اکسچنج میتونید در صرافی ویکس ثبت نام کنید و از بونوس ها و پاداشایی که صرافی ویکس از طریق تحلیل اکسچنج به شما میده بهره مند بشید. پس از استفاده از این کد رفرال اصلا دریغ نکنید. خیلی خوب، میریم سراغ آموزش تایید 2 مرحله‌ای یا 2FA. دوستان، شما فقط کافیه در سمت چپ روی آیکون خودتون نگه دارید. سپس بیاید روی گزینه امنیت کلیک کنید و همونطور که مشاهده میکنید ما وارد بخش سکیوریتی یا تنظیمات امنیتی شدیم. شما فقط کافیه گزینه 4 کد احراز کننده هویت گوگل رو کلیک کنید روش که نوشته پیکربندی. کلیک میکنید. حالا شما باید اپلیکیشن گوگل آنتیکیتور که هم در گوگل پلی موجود هست هم در اپ استور دانلود کنید. اینجا هم QR کدش هست، شما به راحتی میتونید از طریق دوربین گوشیتون اسکن کنید و از اپ استور گوگل پلیتون دانلود کنید. اینجا هم این QR کد رو باید داشته باشید که در واقع وقتی گوگل آنتیکیتور نصب کردید این کد همراهش باشه و در اون کپی کنید یا از طریق گوگل آنتیکیتورتون این رو اسکن کنید تا برای شما کد احراز کننده هویت گوگل ساخته بشه. خب من اینو اسکن کردم و الان واردش میکنم. ارسالو میزنم. حالا برای من در واقع برای ایمیل من یه کد دیگه میاد که من الان روی ارسال اینجا میزنم و اینکه من الان کد ایمیل رو وارد کنم تایید امنیتی من انجام میشه و در واقع 2FA در اینجا در واقع ثبت میشه. تایید رو میزنم و بله دوستان، همونطور که میبینید حالا میتونم تایید یا غیر فعال کردن، تغییر یا غیر فعال کردن رو بزنم و کد احراز کننده هویت گوگل من در صرافی ویکس ثبت شد و الان با امنیت بیشتری میتونم در این صرافی فعالیت داشته باشم. خیلی ممنون که در این ویدیو همراه ما بودید. اگه هم به مشکلی برخوردید فقط کافیه با تحلیل اکسچنج در میونش بذارید تا ما به شما دوستان عزیز نهایت کمک رو بکنیم. خیلی ممنون که ما رو همراهی کردید. خدا نگهدار.